سلام. یه نمونه پنجره آهنی جدید خواستم بهتون نشون بدم. این می‌خواست بره شهرستان. من گفتم قبل از اینکه دیده بشه برای هتلی هست، فیلمش رو ببینید. خود پروفیلش همونجوری که مشاهده میکنید پروفیل دوبل هست، بسیار سنگین، از یه لنگه بازشو از این ور مشاهده میکنید داره. عرض پنجره حدودا چقدر بود آقا؟ 60 در 1 متر و 30 سانت. از این ور همچین جلوه زیبایی داره. از این ور هم بیاد با اینکه روی آجر فرش هست، باز هم با اینکه آجر فرش خیلی براق نیست، همچین جلوه زیبایی داره. یه مقدار تاش کنید که قشنگ از این ور پیدا باشه. خیلی خوب. بی زحمت تصویر رو شیشه هم نشون بدید که بدونن چه جلوه خیلی زیبایی داره. این هم میتوانید جزء انتخاباتتون بذارید. اونایی که پنجره آهنی براشون مهم هست، میخوان خیلی محکم و سنگین باشه، برای جاهای بسیار پرتردد گزینه خیلی مناسبی هست. خیلی خوب هست، نظر قیمتی هم خیلی خوب در میاد. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنون و متشکرم.